به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان گرامی. خب توی آموزش کوتاه قصد داریم که عملیات شمارش تعداد رو تو آموزش نظرسنجی با هم دیگه بررسی کنیم. یکی از سوالات دوستان بوده و این آموزش مرتبط است با آموزش نظرسنجی با گزارشات پیشرفته که مجموعش در داخل سایت هست و من لینکش رو در پایین همین آموزش قرار میدم که دوستانی که علاقه‌مند بودن میتونن برن مشاهده کنن که آموزش بسیار جذابی هست و مخصوصا بخش ریپورت و گزارشاتش. توی یه قسمتی از این آموزش اولا که من یک نمای کلی از آموزش رو نشون بدم. ببینید اینجا ما یه سری سوالات داریم، یه سری خصوصیت هایی داریم که میخواد افراد بعد بیان به اینا امتیاز بدن. مثلا برای بحث حقوق از خیلی ضعیف داریم تا بدون تا عالی داریم و بدون پاسخ هم میتونه زده بشه، یعنی گزینه بدون پاسخ هم اینجا داریم. به هر کدوم از این گزینه ها یک عدد اختصاص داده میشه. مثلا برای خیلی ضعیف عدد 1، ضعیف 2، متوسط 3، خوب 4، عالی 5 و بدون پاسخ هم 6 رو در نظر گرفته میشه. این تعداد سوالا میتونه متفاوت باشه، ولی اینجا ما تعداد سوالاتی که داریم 15 تا سوال در نظر گرفته شده که میتونه این به صورت متغیر باشه و تعدادش متفاوت باشه. با زدن نظرسنجی جدید میتونه بیاد و خودش تعیین کنه که تعداد سوالاتش به چه صورت باشه. خب نامشون میگیره، کد پرسنلی، تاریخ ثبت این و با زدن ثبت نظرسنجی میاد اطلاعاتش ثبت میشه توی اطلاعات شیت اطلاعاتمون. به این صورت ثبت میشه. مثل همین نفر آخری که اومده اطلاعاتش ثبت شده. مثلا برای حقوق امتیاز ضعیف رو گرفته که 2 بوده، مثلا گفته حقوقم کمه. برای سال دوم 2 رو باز وارد کرد، برای سال سوم 4 و به همین صورت. حالا قسمتی که ما میخوایم توی این آموزش با هم بررسی کنیم این قسمت جلو هست. اینجا رو دقت کنید. ما میایم برای هر خصوصیتی مشخص میکنیم که تعداد خیلی ضعیف ها مثلا چقدر. مثلا برای حقوق تعداد خیلی ضعیف ها چند تاست تا الان، ضعیف ها چند تا، متوسط ها چند تاست انتخاب شده. پس ما میایم تعیین میکنیم که چه تعداد توی این ستون حقوق، مثلا تعداد خیلی ضعیف ها، امتیاز خیلی ضعیف چند تا داده شده. خب اگه بررسی کنیم امتیاز خیلی ضعیف 1 هست، عددی یه دونه اینجا داریم، 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا، 6 تا و 7 تا. 7 تا خیلی ضعیف داریم که اینجا باید عدد 7 رو به ما بده و به همین صورت بقیه هم به همین صورت. حالا ما اینو میخوایم به صورت فرمول بنویسیم و خب 2 تا کار میتونیم، یا به صورت فرمول بنویسیم یا بریم کد نویسی کنیم و توی وی بی این کار انجام بدیم. ما این فرمول می‌نویسیم اینجا که در دو حالتش امکان پذیره. ما این فرمولش رو می‌خوایم با هم بنویسیم. خب برای شمارش تعداد امتیاز حقوق توی، یعنی برای شمارش گزینه خیلی ضعیف که زده شده برای حقوق، ببینیم چه فرمولی بس. خب برای تعداد میایم از کانت استفاده می‌کنیم دیگه. حالا چون شرط هم داریم اینجا، خب شرط ما می‌خوایم بگیم بر اساس حقوق باشه دیگه، بیاد خیلی ضعیفا رو بشماره. پس می‌نویسم مساویه با کانت ایف تب رو می‌زنم. من تا به کانت ایف استفاده می‌کنم. 2 تا آرگومان داره یا 2 تا پارامتر داره که با اینا مقدار دهی بشه. یکی رنج هست، یکی کرایتریا یا شرط هستش. رنج میگه محدوده‌ای که میخوای براش شرط رو تعیین کنی کجا هست. خب ما میگیم که برمیگردم اینجا، میگم اینجا هست، ستون حقوق هست، میگم دی رو در نظر میگیرم، میشه دی تا دی. خب من چون توی نوار فرم میارم، میام ادامه رو تو اینجا می‌نویسم. یک کلیک میکنم آخرش و کلید F4 میزنم تا محدوده من ثابت بشه اصطلاحاً، یعنی دلار رو قبلش قرار میده. پس محدوده من به صورت مطلق در اومد. خب یعنی اگه من بیام اینو درگ کنم برای بقیه سلول ها، باز هم دی تا دی رو در نظر میگیرم. پارامتر دوم چی میگه؟ شرط دیگه است. میگیم که پس برای حقوق بیاد این کارو انجام بده و شرطمون اینه که عدد 1 باشه. عدد 1 معادل همون خیلی ضعیف هست دیگه. ببینید توشون عدد 1 داره. معادل همون خیلی ضعیف هست که ثبت شده برای خیلی ضعیف. خب من اینتر رو میزنم، میگه 7 تا دقیقاً کاملا صحیح است، همون شمارشی که ما انجام دادیم. خب میایم برای بقیه امتیازهایی که داده شده مثل ضعیف، متوسط، خب اونها هم میخوایم امتیازاشو بشماریم. پس میام اینو درگ میکنم تا آخر، همه رو به ما 7 داده. فقط تفاوتی که داره، ما تو اینجا اومدیم دنبال 1 گشتیم، الان برای ضعیف و دنبال 2 بگردیم. دقیقاً و دنبال 2 بگردیم. خب برای این کار، برای که ما بتونیم بدون اینکه نیاز باشه و بخوایم یکی یکی، باز مثلا من بیام اینجا 2 کنم، میگه 5 تا، با دوباره بیام اینو 3 کنم و این روند چون
دستی میشه، ما برای که بخوایم به صورت اتومات این کار انجام بشه، یعنی من بیام این رو وقتی درگ کردم رو همش اعمال بشه، این بشه 2 رو بشماره، این 3 رو بشماره و غیره. برای این کار ما باید بگیم که وقتی اینجا 1 نوشته شده، اینجا به ما 2 رو بده اتومات. من میام از شماره ستون استفاده میکنم. اگه یو شماره ستونش چنده، میام این پایین مثلا مساویه با کالن پرانتز میبندم اینتر، میگه شماره ستون این 21 هست. خب من میام توی اینجا مینویسم کالن اینتر رو میزنم، این میاد دنبال 21 برای ما میگرده. خب ما دنبال 21 نیستیم، دنبال چند هستیم؟ دنبال 1. خب 21 رو باید منهای چند کنیم که بشه 1؟ خب منهای 20 میکنم، پس اینو منهای 20 میکنم، اینتر میزنم، پس عدد 7 رو داره به من میده، کاملا هم صحیح هست. پس 21 منهای 20 1 رو به من میده اینجا، این معادل 1 هست. خب حالا اگه من اینجا بیام اینو درگ کنم، نگاه کنید داره درست به من میده عددشو، تعداد ضعیفا 5 تاست، یعنی عدد 2 که ما توی حقوق داریم، 1 دونه اینجا داریم، 2 تا، 3 تا، 4 تا و 5 تا، کاملا درسته. پس داره درست میده. پس این فرمولی که من در ادامهش نوشتم درست بود. کالم منهای 20 اینجا 21 منهای 20 به ما 1 رو میده. اینجا وی میشه 22 منهای 20 به ما 2 رو میده. اینجا بنویسیم میشه 23 منهای 20 3 رو میده. این یعنی این ستون 21، این 22، 23، 24، 22 و همشون منهای 20 کنیم به ما میده 1 2 3 4 5 6. کاملا درسته. حالا من میام اینو درگ میکنم، همه رو خودش محاسبه کرد. ببینید دیگه فرمول من اتومات شد، دیگه نیازی نیستش من بیام بنویسم برای این پارامتر 1 بذارم، برای این باز بیام بنویسم 2، برای این 3 بنویسم، برای این 4 و ما تونستیم به صورت اتومات این رو فرمول نویسی کنم. حالا میام دوباره از این یک کپی میگیرم، در پایین قرار میدم. اینجا ستون فرصت ارتقا و پیشرفت ستون ای هست، پس من اینجا باید ای رو در نظر بگیرم. پس این رو میام میکنم ای و کالم منهای 20ش درسته، به ما 4 میده. حالا همین رو میام درگ میکنم برای بقیه. تمام. پس به این صورت میاد برای من بقیه رو محاسبه میکنه. باز دوباره باید برای بعدیش هم به همین صورت عمل کنیم. یعنی اینجا بگم که F تا F خب به من 0 رو میده و این درگ کنم برای بقیه به همین صورت. الان اگه به این محاسبه مثلا برای سازگاری با همکاران خیلی ضعیف ما نداریم، سازگاری با همکاران ستون F خیلی ضعیف میشه عدد 1. ببینید عدد 1 رو ما اینجا اصلا نداریم توی ستون، کاملا داره درست جواب میده. و همین رو باز دوباره بیام برای بقیه هم اعمال کنم. مثلا اینجا باید بگیم ستون G، ستون G معادل فاصله محل سکونت تا محیط کاره. تمام. حالا باید بیام اینو درگ کنم برای بقیه ستون ها و به همین صورت اینو میتونیم تا انتها ادامه بدیم. این نکته بود که من گفتم که توی ویدیو این رو انتشار بدیم برای اینکه موضوع مهمی بود و عرض کنم خدمتتون که میتونه خیلی کمک کننده باشه. فقط من این رو اگه تا انتها برم برای که شما خروجی کارم بتونید ببینید خیلی عالیه. این رو روی H تنظیم میکنم، با دوباره از این میگیرم میام این رو روی I تنظیم میکنیم. این رو روی J تنظیم میکنیم و این رو درگ میکنم برای بقیه. این رو روی K میذارم و این رو درگ میکنم باز برای بقیه. ببینید در این جدول ما کامل میشه. این رو روی L میذارم، درگ میکنم برای بقیه. IJKL M، این روی M میذارم، این روی N میذاریم، درگ میکنیم برای بقیه و روی O میذاریم.
و در نهایت درگ میکنیم رو بقیه. خب جدول ما کامل شد، سیو میکنم. خب بریم سراغ یه دونه بررسی رو با هم انجام بدیم. مثلا برای بدون پاسخ، برای آخرین ستونمون که امکانات رفاهیه هیچ پیدا نشده، عدد 6 ببینیم ما اینجا وجود داره، نه عدد 6 معادل بدون پاسخی که اصلا وارد نشده. خب کاملا صحیح هست و بر همین اساس اومده این جدول تشکیل شده، کاری نداریم بهش. بریم توی گزارشات بستری، ببینید گزارشات بستری کاملا داره به ما خروجی رو میده، آمار رضایت همه بخش‌های کارکنان هست بر اساس این خصیصه ها. اینجا مشخصه که آبی معادل خیلی ضعیف است، 31% خیلی ضعیف رو گفتن، یعنی تو سازمان امکانات رفاهیش 31% گفتن ضعیف بوده، 21% گفتن، البته 31% خیلی ضعیف، 21% ضعیف گفتن و 36% متوسط رو ذکر کردن و عالی هم 10% بوده، یعنی پس امکانات رفاهی کمی داشته سازمان. خب همه هم تقریبا پاسخ دادن دیگه، چون بدون پاسخ نداشتیم. و مورد بعدی برآورده شده انتظارات شما از شغل مورد نظر. خب 47% گفتن متوسط بوده، درد متوسط رو داشته و 5% هم گفتن خوب بوده و 10% همون میزان عالی بودن رو گفتن. پس به این صورت ما میتونیم آمار رو اینجا ببینیم برای هر کدوم از خصیصه ها. توی این قسمت هم که به صورت دایره‌ای یا دونات میتونیم ببینیم، اینجا هم که مشخصه به صورت تفکیک شده و به شکل‌های مختلف ما میتونیم آمار نظرسنجی رو مشاهده کنیم که آموزش کاملش رو شما میتونید در داخل سایت در مجموعه آموزشی نظرسنجی در اکسل به صورت پیشرفته با گزارشات حرفه‌ای و پیشرفته‌ای که مشاهده میکنید. خب که ما این بخشش برام مهم بود که شما فرمول نویسیش رو یاد بگیرید که امیدوارم براتون مفید بوده باشه. خیلی ممنونم از توجهتون. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. من افشین بوشهری زاده از سایت هدف آموزش. خدا نگهدار.